شما یک بار دیگه هم با راجبشون صحبت کردید و اون اینو من مجدد درباره‌شون صحبت خواهم کرد. من گفتم که در نهادهای امنیتی ما یک گروه نفوذی هست، اینا دائما رابطه مردم با سیستم و دستگاه امنیتی رو تخریب میکنن. مثلا مردم اومدن تو خیابون یه اعتراض ساده‌ای دارن به یه مسئله، خب این باید مسئول مربوطه بیاد در وسط مردم توضیح بده، اگر اشکالی هست بره تو مرکز تصمیم گیری برطرف کنه. قابل شناسایی نیستن این افراد؟ همین عوامل باند موسوم به چون نفوذی تو خود سیستم اطلاعاتی هستن؟ نه، اونایی که میشناسن بعد اینا بزنن کنار، سیستم اطلاعاتی رو پاکسازی کنن تا اون بتونه وظیفه‌ش انجام بده. عرض می‌کنم اینا به این راحتی یعنی قابل شناسایی نیستن؟ در دولت حداقل خود جناب عالی نشدنی نبود. کردم دیگه، من 2 تا وزیر گذاشتم کنار، چند تا معاون گذاشتم کنار، بخش عمده دعوای ما دولت دوم همینا بود دیگه. خب نه، درباره اگه منظورتون آقای مصلحی هستن، گفته میشه که در واقع چون اون موقع در دفتر آقای مشایی شنود پیدا شد، مثلا یه همچین اتفاقی افتاد، یا یکی از معاونین آقای مصلحی قرار بود یعنی برکنار شد که باز دوباره آقای مشایی مثلا هوادار ایشون بود و گفتن اختلافات از اونجا شروع شد. اینطوری که نیست. من که تا حالا راجع به برکناری وزرا صحبتی نکردم که. صحبت کردم اما دیگران خیلی حرف زدن. یعنی یه رئیس جمهوری که در سطح جهان داره کار میکنه و در سطح بزرگترین طرحهای ملی داره کار میکنه، دعواش سر یه معاونه، اینطور که نیست عزیز من. وقتی یه معاون وزیری از مسیر خودش دور میشه، بعدن هم دستگیر میشه، به عنوان نفوذی اسرائیل محاکمه میشه، محکوم میشه، خواهی یه رئیس جمهور زودتر فهمیده اینو بذار کنار، بذار کنار دیگه. ما کسانی رو گفتیم بذارید کنار که بعدن همشون محاکمه شدن. منتها طبیعی نهاد امنیتی بدلشو میزنه، میگه این با فلانی چون اون اینو گفته. این ردگم کنی روشنه که ما این به جای این که نفوذی‌های بیگانه رو خطر بدونه، مردم رو خطر میدونه. مشش مقابله با مردمه، داره برای مردم پرونده سازی میکنه. این غلطه. مردم رو میبره تو خونه تیمی پدرشون در میاره. این غلطه. نهاد امنیتی باید کنار مردم، پشتیبان مردم باشه، مردم با خیال راحت، احساس امنیت فعالیت کنن. بحث این شده که فعالیت‌های من باید به تایید نهاد امنیتی برسه. این غلطه. حالا یه فیلم سینمایی میخواد بیاد، اونا نظر میدن. یه کتاب میخواد بیاد بیرون، اونا نظر میدن. یه مجله میخواد بیاد بیرون، اونا نظر میدن. حتی در بعضی تصمیمات بین‌المللی مثل همین FATF میخواست بیاد توی مجمع تشخیص مطرح بشه، نظر وزارت اطلاعات زمین مشروط فقط. من میگم این غلط کاملا معکوسه. باید کارشناسای حقوقی بیان نظر بدن، وزارت اطلاعات نظرش حالا بده. نه اینکه تصمیمات اصلی هر فعالیت مردمی باید اونها اجازه. مگه اونا چه تخصصی دارن به فیلم نظر بدن، راجع کتاب نظر، روزنامه نظر؟ به شما چه ربطی داره؟ تو باید مراقب باشی کسی ناامنی ایجاد نکنه. و سلام. اختیارات وسیع داده میشه، مسئولیت نیست. اشکال اینجاست. فساد درست میشه و اینها دائما جای تهدید رو عوض میکنن. اقوام رو به عنوان تهدید معرفی میکنن، مردم رو به عنوان تهدید معرفی میکنن. ساده بهتون بگم، یه دولت یه کار اشتباهی کرده. روز چهارشنبه اومده گفته قیمت بنزین رو نمیبریم بالا، صبح جمعه یه دفعه برده بالا. خب زندگی مردم ریخته به هم دیگه. مردم اعتراض کردن. نهاد امنیتی چیکار باید بکنه؟ نهاد امنیتی آقای حسینی باید بیاد مراقبت کنه که افراد فاسد نیان خشونت به خرج بدن، حرکت مسالمت آمیز مردم رو به هم بزنن. نباید بیاد بگه اینایی که اومدن تو خیابون ضد انقلاب باید به رجبار ببنده. چرا؟ چون جا عوض شده. نهاد بیاد بگه مردم نگران نباشید، شما فعالیتاتون رو بکنید، وزیر مربوطه، رئیس جمهور میان توضیح میدن. اگه 4 نفر اومدن آتش زدن، شیشه شکستن، ما نمیذاریم این کارو بکنن. نه اینکه جلو مردمو میگیریم. مردم شما اعتراضتون رو بکنید، قانون اساسی حق داده بهتون. اعتراضتون رو بکنید، مقامات مربوطه هم باید بیان جواب بدن. نهاد امنیتی کارش اینه که اگر یک مقام مسئولی تخلف کرد و از مردم پنهان کرد و باعث بحران شد، اینو به مقامات بالاتر گزارش بده. خاطره براتون بگم. خب ما تو مجمع تشخیص بودیم، جلسه تموم شد، آقای شمخانی به من گفت یه دقیقه واسه کارت دارم. گفتم چی آقای شمخانی؟ گفتش که شما این هدفمندی‌ها رو چجوری اجرا کردی؟
گفتم یعنی چه جوری اجرا کرد؟ گفت چقدر وقت گذاشتی؟ گفتم من به عنوان رئیس جمهور 1200 ساعت. گفت واقعا 1200؟ گفتم بله. گفت وزرا چی؟ گفتم 30000 ساعت رو هم وقت گذاشتم. گفت واقعا؟ گفتم بله، مسئله مهم زندگی مردمه. ما همونطوری میگیم ما بنزین رو میبریم بالا، اون کسی که زندگیش با یه موتور برقه، زندگیش با یه موتورسیکلته، با خودروه، با قایق موتوری هست، با دستگاه جوشکاری هست، مردم عادی زندگیشون به هم میریزه، تمام قیمتا بالا پایین میشه. خب ما میخوایم دستکاری کنیم بدون پیش بینی این مسائل. ایشون به من گفت آقا اینا میخوام با یه اطلاعیه سرتش هم بیارن. من گفتم بابای شم خالی بحران میشه ها، به هم میریزه کشور. ایشون گفت اینا میخوان انجام بدن. گفتم برو جلوشو بگی. بعدن ایشون به من گفت آقا من نوشتم گفتم فلان کردم قبول نکردم. ببینید نهاد امنیتی باید سریع بره هشدار بده که آقا این مدل تصمیم گیری دولت به ضرر ملته، نه اینکه مسئول تک تک مردم رو کنترل کن. به تو چه؟ آقا امشب رفت خونه خالش، می‌بینی چقدر هزینه شنود میشه در کشور؟ شنود مردم عادی، شنود فعالین سیاسی. آقا کجا دستگاه اطلاعاتی تو قانون نوشتن تو باید فعالین سیاسی رو کنترل کنی؟ خلاف قانون شنود میکنن مردم رو، نگهبان میذارن. همین در خونه ما برای چی دوربین گذاشته اونجا؟ خب مراقب شما باشن آسیبی نرسه. خب همین اون باند امنیتی داره تهدید رو جابجا معرفی میکنه. آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن. باید برید در درگذابات نصب کنی که نیان اسناد قطعی کشور رو بردارن ببرن. باید برید تو سازمان فضایی بذاری که نیان سقف و سوراخ کنن اسناد کشور رو ببرن. جان مراقب من هستی، من که زندگی معلومه. حالا اینجا شوخی کردم، گفتم آقا دوربینتون من نصب میکنم به خودم، آنلاین براتون پخش میکنم. شما داری تهدید خیانت میکنی به کشور، شما داری فرصت رو تهدید معرفی میکنی رو قضاوت‌های شخصی خودت. البته آقای دکتر قانون به شما این اجازه رو نداده. این در دوره شما هم فکر کنم یه بخشی یه جوری دیگه ای شاید اتفاق افتاد دیگه. استاکسنت اون موقع در واقع نفوذ کرد به تأسیسات اتمی ما، یا دانشمندان هسته‌ای ما که شهید شدن. فردی دستگیر شد که بعداً رفت ادعا کرد که جمهوری اسلامی از من عذرخواهی کرده بابت این اتفاق. خب من معترض بودم دیگه، دعوا سر همین بود دیگه. من میگفتم آقا این سیستم و آموزششو، طراحی و سازماندهیشو باید به گونه‌ای بنویسید که تهدیدات اصلی رو مراقب باشه. شما تمام انرژیتون رو میذارید بقال و کاسب و دانشجو رو داری کنترل میکنی، دیگه انرژی نداری که بری تهدید اصلی رو شناسایی کنی. اون میاد دانشمند ما رو ترور میکنه و نمیتونی پیداش کنی. بعد میری یه نفر قلابی میاری میذاری جلوی دوربین و بعد عذرخواهی میکنی. خب من با همینا مخالف بودم دیگه، دعوا سر همین چیزا بود دیگه. بعد اونا میرن میگن نه چون ما آقای مشایخ بنده خدا که دخالت داشته در این امور، چه دخالت داشته در این حرفای ما منطقی. میگفتم آقا این روش تو غلطه. خب پس اختلاف با آقای مصلحی سر این بود؟ کلا اختلافا سر همین چیزاست. اسم اصلا نبرید، فقط آقای مصلحی نیست که دیگرانی هستن که میرن اطلاعات میدن، این کارو میکنن اون کارو میکنن. من میگم سازمان امنیتی کشور باید بازسازی بشه، باز تعریف بشه. سازمان امنیتی باید کنار مردم مقابل بیگانه، نه سازمان امنیتی غافل از بیگانه مقابل مردم. غلطه. بذارید باز یه مثال دیگه براتون بزنم. چند سال پیش اگر یادتون باشه این مؤسسات مالی اعتباری کم آوردن، حالا برخورد قوه قضاییه بود، ناتوان بودن، قانون ضعیف بود، هرچی. چند میلیون نفر ضرر کردن. اینا اومدن تظاهرات، نهاد امنیتی میرا برخورد میکرد. من پیغام دادم گفتم بابا این غلطه، شما باید کنار این مردم باشی، بالاخره اینا مال باختن که. شما باید بری مردم بیاری، به مسئول مربوطه رو یقهشو بگیری، بگی آقا بیا پاسخ مردم رو بده. مردم زندگیشون به هم پاشیده به اعتماد نظام. بعد شما میری میگی اینا تهدیدن، خب چیکار باید بکنه؟ هر جا میره کسی جوابش نمیده، زندگیش هم رفته، تو هم میخواد اعتراض هم بکنه، تو میای جلوش صف میکشی. ببینید یه اشتباه بزرگ اتفاق افتاده. کل نهادها باید باور کنن مال مردمن و نظام چیزی جز مردم نیست. اگر ما نظام رو یه چیزی تلقی کنیم، مردم یه چیزی باشد و ما خودمون رو موظف به حفظ نظام بدانیم،
این فاصله پدر کشور در میاره. نظام جز مردم نیستن، حقوق اساسی مردم و همه نهادها وظیفهشون تأمین این حقوق اساسی است، نه حفظ خودشون. حفظ خودشون یعنی چی؟ یعنی پول میگیرید از مردم خودتون حفظ کنید؟ شما پول میگیرید مردم رو حفظ کنید، حقوق مردم رو حفظ بکنید. این یه اشتباهی است که اتفاق افتاده، به نظرم باید اصلاح بشه. حصر هم به نظرتون ناظره به همین اشتباه در سیستم امنیتی اتفاق افتاد؟ شما راجع به 88 خیلی دیر اظهار نظر کردید آقای دکتر احمدی نژاد، ولی در نهایت اسم همین باند در واقع موسوم به دیگه ادامه‌اش رو توی اطلاعاتتون هست. راجع به 88 هم اینطوری فکر می‌کنید اون چه که منجر به حصر شد رو 88 به اون شکل در میامد؟ ببینید یه عده مردم اومدن تظاهرات، بهشون حالا اطلاعات غلط داده شد، هر چی گفتن آقا تقلب شد. من زنگ زدم با آقای استاندار، گفتم آقای استاندار درسته که راهپیمایی غیر قانون نیست، ولی شما با تمام توان مراقبت کنید کسی آسیبی به مردم وارد نکنه. مردم خودمونن، فقط ما باید توضیح بدیم برای مردم و همین اتفاق افتاد. اعلام شد که آقا هر کس سندی بر تقلب داره بیاره. یکی که اومدن گفتن آقا نه ما سندی نداریم، تحلیل ما هست. هیچ کس سند نداشت، اقرار کردن همشون. منتها این تظاهرات آرام مردم رو کی به خشونت کشید؟ من معتقدم همون باند امنیتی که من به اسم میشناسمش، چون نمیخوان، بله چون نمیخوان مسئله حل بشه. چه نفعی میبرن از اینکه مسئله حل نشه آقای دکتر؟ منافعی دارن دیگه، منافعی دارن که الان وقت گفتنش نیست. من یه بار توضیح دادم اینا منافعی دارن، به خشونت میکشن. یعنی اجازه نمیدن در کشور ما اظهار نظر و اعتراض مسالمت آمیز شکل بگیره. هر جا مردم اعتراضی داشتن اینا به خشونت کشن. در واقع الان هزینه اعتراض در کشور ما خیلی رفته بالاتر. معناش اینه که هزینه مشارکت اجتماعی رفته بالا، معناش که مردم میکشن کنار. مردم کشتن کنار کشور میخوابه، چون اصل نیروی سازنده کشور مردمن. خیال نکنیم با دستگاه‌های دولتی میشه کشور رو ساخت. مردم بی‌اعتماد میشن، بی‌اعتنا میشن، بی‌تفاوت میشن، کشور وضع اقتصادش این میشه، سیاستش این میشه، فرهنگش این میشه. ببینید اینو باید حل کنیم. با چه اشکال داره 300,000 نفر 250,000 نفر اومدن تو خیابونا گفتن آقا انتخاب قبول نداریم، گفتم رسیدگی باشه، دعوا نداریم که. آقا بیا، هر کسی شکایت داره بیا شکایت بکنه، سند بیاره، رسیدگی میشود. من که اونقدر مطمئن بودم به انتخابات که میگفتم آقا 2000 بار رسیدگی بشود. خب در یه فضای آرمان من اجازه ندادم فضا تند بشه، منتظر بودن که ما بیام درگیری درست کنیم، فشار. نه، من گفتم من سکوت میکنم. از روز دوشنبه‌ای که این تظاهرات شروع شد به من فحش میدادن، من سکوت کردم. اون رسیدگی کردن، همه اومدن گفتن آقا هیچ تقلبی نشده است. اکثریت اون کسانی که معترض بودن به محض این که دیدن آقا سندی نیست رفتن خونه هاشون، تمام شد. اما اینا نمیخوان بذارن اون برن تو خونه هاشون، میان تیراندازی درست میکنن. در راجع به ندا آقا سلطان هم اعلام کردن، فیلمشو فرستادم قوه قضاییه، گفتم آقا اینو رسیدگی بکنید، این به کل ملت توهین شده. یه دختر بچه خارج از مسیر تظاهرات توی کوچه فرعی یه صحنه‌ای درست شده، بعد بردن جنازه‌شو تحویل بیمارستان دادن، بعد پیدا بشه کیان اینا. همه کشور متهم شده، آبرو ما در سطح بین‌الملل رفته. ببینید خب این کار کیه؟ کار منه یا اون نهاد امنیتی باید بره مراقبت کنه؟ اون اگه پشتیبانی نکنه از این اتفاقا نمیفته. معلوم میشه کی تیراندازی کرده به پایگاه مسجد، کی مسجد آتش زد، فوری میشه گرفتش. مردم اینه، ما چه دعوایی داریم؟ انتخابات دیگه. من همون تو اون سخن گفتم آقا 40 میلیون همه ذی حقن، همه مخلصش مردم خودمونن. ما نمیشمونیم کی به کی رأی داده، که رأی آزاده. اتفاقا طرح اصلی ما دور دوم اجرا شده، ما به همه داد. یک نفر حتی اونایی که اومدن تو دولت ما بیان بگن احمدی نژاد از ما پرسید به کی رأی دادی، من هرگز نپرسیدم. گفتم رأی حق شخصی خودته. ما باید ببینید فضای کشور رو بریم یه طرفی که با هم رقابت داشته باشیم، دوست باشیم، اختلاف نظر داشته باشیم، دوست باشیم.
در ساختن کشور متحد باشیم، ولی با این فضا که هیچ وقت کشور ساخته نمیشه. خب تو اون جلسه مربوط به حصر سال 88 در شورای امنیت ملی جناب عالی موافقت کردید با این اتفاق؟ اینو اجازه بدید بعداً بحث کنیم، چون اون تو بحث‌های زیادی اساساً اینطوری نیست که منعکس بشه. خیلی من همیشه مخالف حذف بودم، نامه هم نوشتم، بحث کردم. حالا یک کوچولو چون وارد شدید اصلشو به شما بگم. همین میخوام بگم مثلا مسائل اینجوری حل نمیشه. مسائل با تفاهم حل میشه. این معناش تبرئه اون کسایی که تو هستن نیستا اصلا، چون اونا بیشترین قضاوت ناعادلانه رو راجع به من کردن، بیشترین تهمت‌ها رو به شخص من زدن، شخصی که تمام مدیرانش رو دعوت کرده از سراسر کشور، گفته تک تک این آرا امانت مردمه، اگر کسی به ذهنش بیاد که بخواد تأثیری بذاره رو رأی مردم تو دولت من نیست. هیچ رئیس جمهور اینجوری حرف نزده با مسئولینش، گفته من خودم میگیرم پرتتون میکنم بیرون. ما وظیفه‌مون ببینیم واقعا مردم چی میخوان، مردم چی میخوان اونو ما باید پیگیری کنیم. خب گفتید با تفاهم رفع شدنی، اگر اینطوری که دارید میگید که با تفاهم نمیشه رفع. نذاشتن دیگه، اون باند امنیتی شلوغ کردن، تبدیلش کردن به نه راجع به افرادی که در حصر هستن شما میفهمید اونها بیشترین قضاوت رو کردن؟ من واقعا علیهشون هیچ قضاوتی تا الان نکردم. هیچ کس نمیتونه بگه من یه اظهار نظری علیه اون. شما نامه نوشتین مخالف حذف بودین تو جلسه؟ بس برید بیرون. عرض کنم خدمتون که توی ماجرای اون 11 روز معروف که راجع بهش صحبت میشه، آقای حجت الاسلام رسایی یک صحبتی داره با حسین دهباشی و میگه که ما بعد از مثلا 7-8 روز موفق شدیم که آقای دکتر احمدی نژاد رو ببینیم و صحبت روزای اولی که ایشون در دولت اول رئیس جمهور شده بودند رو من به ایشون یادآوری کردم و اونم عبارت از این بود که آقای دکتر احمدی نژاد ما نمیخواهیم که در واقع ارتباط اداری بین جناب عالی و رهبر انقلاب برقرار باشد، ما میخواهیم این ارتباط از جنس مثلا رجایی و امام یا خود رهبری و امام باشد. و از قول جناب عالی گفتن که بله منم آمدم که تیرها به ایشون نخوره. و بعد میگن که تو انتهای همون موضوع 11 روز هم باز دوباره از جناب عالی پرسیدن که موضعتون همین هست و شما گفتید که بله من همچنان هستم که این به اصطلاح حالا بگیم تیرها به ایشون نخوره یا مفهومی نزدیک به این. آقای دکتر این روزا من موضع صریحی از جناب عالی در این باره نمیبینم و فکر میکنم که این برداشت خودمه. آقای دکتر احمدی نژاد یک محافظه کاری دارند که در واقع اون افرادی که دوره ایشون جمع شدن و هواداری میکنن و اگر زاویه‌ای با موضوع رهبری انقلاب دارن اونها هم راضی بمانند و فعلا بمانند. این چقدر به صحت نزدیک این گزاره؟ ببینید حالا آقای رسایی که اظهار نظر زیاد کردن و من هیچ وقت راجع به اظهار نظر افراد اظهار نظری نکردم، الان هم نمی کنم، چون راجع به این موضوع هم بعداً من صحبت خواهم کرد. اما به شما میگم که به طور قطع من در اظهار نظرام مطلق این نوع معیارهای سیاسی رو در نظر نمیگیرم. اصلا من برای تبلیغات صحبت نمی کنم، من برای جذب افراد صحبت نمی کنم، برای اینکه فرصتی در حکومت به دست بیارم صحبت نمی کنم، چون اصلا برای قدرت اصالت نداره، هیچ جاذبیت هم نداره. شما بگم که اگر اصالت و جاذبیت داشت کل رفتار من عوض میشه. مثل همینایی که میرن بالاخره جبهه درست میکنن، حزب درست میکنن، ائتلاف درست میکنن، یه به این میدن به اون میدن، میگیرن میبندن. من هرگز این کارو نکردم. بذار یه خاطره براتون بگم. خب مجلس هفتم وزرای ما رو انداخت، سابقه نداشت اونقدر وزیر رو بندازن. نمیخوام راجع به حرفایی که در جلسه خودشون گفتن و اومدن وزرا انداختن بحثی بکنم، اون بمونه حالا یه روزی، امیدوارم نیاز نباشه. واقعا برای اصلاح نبود، وزرا انداختن. بعد یه جلسه تشکیل شد، سران قوا بودیم اونجا، نگران بودن که حالا من یه عکس‌العمل تندی نشون بدم. مطرح کردن که خب حالا دیگه شده و حالا دیگه فراموش کنیم و بریم رو تفاهم، و گفتم نه اتفاقا خیلی چیز خوبی شد. گفتن چطور؟ برای اولین بار وزارت انداختن. گفتم نه خیلی چیز خوبی شد. من فکر میکنم کشور باید اینجوری اداره بشه،
گفتن یعنی چی؟ گفتم بالاخره مجلس اختیاراتی داره دیگه، محکم رو اونا وایسه و اونو اجرا کنه از طرف ملت. منم رئیس جمهورم، یه اختیاراتی دارم، محکم وایسم برای مردم اجرا کنم. اگر من و رئیس مجلس بنشینیم اینجا با هم بدبستان کنیم، بگم آقا این 3 تا وزیر رو تو بده، این 3 تا وزیر رو من میدم، به همش رأی بده، ظاهر قضیه اینه که حل میشه. اما 2 لایه پایین تر از من و شما این بدبستان تبدیل میشه به رشوه و این تا پایین ترین لایه های اداره کشور میره. با بدبستان کشور حل نمیشه، با منطق حل میشه، با برنامه حل میشه، با استدلال حل میشه و من از این بابت خوشحالم. آقا نمایندگان مجلس حق دخالت تو کار اجرایی ندارن، دخالت نکنید. اجرا رو من سامان میدم، همش هم پاسخ میدم. شما میاد استاندار تعیین میکنید، فرماندار تعیین میکنید، مدیر کل تعیین، همه رو بعدش هم میاد از ما میپرسید چرا اینجوری کار کرده. نمیشه. اجازه بدید ما برای این برنامه که داریم آدم‌های صالح برای انجام این کار رو ما معرفی میکنیم، میذاریم شما راجع به کارشون با من بحث کنید، نه اینکه راجع به شخصیتشون. اگه تصمیم غلط گرفت بگید، درست اجرا کرد بگید، اما ما اینو قبول نداریم اینو قبول داریم، این کجای قانون هست؟ ببین الان خلطه. کی مسئول چی هست تو کشور؟ هیچ کی مسئولیت نمیپذیره. این غلطه. ما مسئولیت شفاف کنیم. آقای مجلس شما مسئول نظارت و قانونگذاری هستی، مسئول دخالت در اجرا نیستی. دولت تو مسئول اجرا هستی، مسئول قانونگذاری نیستی. ببینید من کلا دنبال بدبستان نیستم، من صریح حرفامو میزنم و من فکر میکنم همه باید صریح حرفاشونو بزنن تا اشکال کار اداره کشور بیاد بیرون. الان شما ببینید هیچکی راجع به اشکالات هست، فقط من دارم حرف میزنم. من رفتم نشستم مطالعه کردم، دیدم این نظام تصمیم گیری ما اشکالات داره. هیچ نفر دوم این حرفو نزده. چرا؟ چون من قائل به صراحتم، هیچ وقت نه بدبستان کردم با کسی، نه سعی کردم از این مسیر مسئله رو حل کنم. ما لایحه دادیم مجلس برای یارانه ها، مجلس اون لایحه رو کاملا نابودش کرد، یه چیز ضد خودش گذاشت رو میز. من رسما نوشتم به رهبری ما اینو اجرا نمیکنم. بودن چرا؟ گفتم این ضد خودشه، این ما اجرا کنیم پدر اقتصاد در میاد. این برای زمین زدن دولته که بعدن اونا رفتن 12 بند توافقی رو رأی دادن، ما اونو اجرا کردیم، نه اون لایحه رو. یا یه لایحه طرحی تو مجلس میدادن میگفتن قانونه، من گفتم قانون نیست. چرا؟ خب رئیس جمهور امضا نکرده. چرا میگن رئیس جمهور امضا کنه؟ چون مجری قانون اساسی است. یه طرحی دادن تو مجلس برای تعیین تکلیف و به اصطلاح حمایت از زمین‌های روستایی. ما دیدیم تمام کسانی که زمین‌های دولت، زمین‌های وقفی رو اشغال کردن و تصرف کردن، این میخواد بهشون سند بده. من نامه نوشتم، پشتم گفتم شورای نگهبان. گفتم آقای دبیر شورای نگهبان، این داره اموال عمومی رو نابود میکنه. برای چی تایید کردید؟ شما تایید که من تایید نمیکنم. برخلاف قانون اساسی اومدن یه طرحی بردن که اگر رئیس جمهور امضا کرد رئیس مجلس امضا کنه. این خلاف صریح قانون اساسی است. هیچ جایگاهی نداره. او امضا کنه، اون قانون نیست، اعتبار ندارد بر اساس قانون اساسی فعلی. اما انجام من گفتم من امضا نمیکنم. من نمیتونم این خلاف قانون است، خلاف منافع مردم رو امضا کنم. هر چی میخواید بگید. گفتن این ضد قانون است، فلان است، فلان. گفتم من ضد قانون، اتفاقا من قانونگراترم. من مجری قانون اساسی ام، سوگند خوردم. نمیتونم شما خلاف قانون اساسی تایید بکنید من امضا بکنم. مثل چی می‌نوشتن 1 میلیارد دلار بده به این، 1 میلیارد دلار بده اون. من قبول نمی‌کردم. میرم مجمع تشخیص، من قبول نمی‌کردم. بالاخره من اونقدر پافشاری کردم، شورای نگهبان تفسیر خودش رو اصلاح کرد و نظر منو پذیرفت. ببینید من اینطوریم. من بالاخره از معلمی میخوام پاشم برم تو اجرا بار سنگین به عهده بگیرم. چرا باید بپذیرم بدبستان رو؟ چرا باید بپذیرم؟ من هر جا ببینم خلاف منافع مردمه باید وایسم. تمام. بسیار خوب. و اینکه حالا من خودم جواب پرسشمو گرفتم، ولی چون ممکنه متول در واقع پاسخ داده باشید و یه ذره بینندگانی که حالا دارن بحثو میبینن
ممکنه ذهنشون چند جای همزمان رفته باشه. آینده هم توضیح خواهم داد. یادم نباشه. از اون موضوعاتی است که خیلی خوب. آقای دکتر لاریجانی عرض کردم که توی بحثشون در کلاب هاوس آخرین سوال منه. آخرین سوال منه. آقای دکتر لاریجانی در کلاب هاوس که صحبت می‌کردن راجع به جناب عالی اظهار نظری کردن. فکر کنم به خدمتتون عرض کردم که گفتن که ما هر کاری که می‌کردیم آقای دکتر احمدی نژاد راجع به هولوکاست صحبت می‌کردن، بعد اونور غربی‌ها مثلا علیه ما متحد می‌شدن. یا چند اظهار نظر دیگه. من الان راجع به تفصیل این نمیخوام صحبت بکنم و فقط میخوام ازتون بپرسم که اگر احتمالاً فرصتی و مجالی برای گفتگو در واقع یک مناظره‌ای شکل بگیره با ایشون، در واقع حاضرید که در مناظره شرکت بفرمایید یا نه؟ من که دیگه تکلیفم معلومه. اجازه بدیم که از این مرحله بگذریم. هر چیزی که قانون تبلیغات بگه من همونو انجام خواهم داد. خارج از اونم من با همه آماده گفتگو و مناظره هستم. با همه، منظور نه اینکه حالا برم با 2 میلیون نفر، همه اون کسانی که مثل ایشون کاندید ریاست جمهوری هستن و مدعی مناظره هستن. خیلی معلومه که من چطور مناظره میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، وقت گذاشتید و امیدوارم که خسته نشده باشید. برای جناب عالی هم آرزو موفقیت میکنم. ان شاء الله عزیز باشید. سپاسگزارم. خدا امیدوارم بیننده هم خسته نشون. با امید خدا. خدا نگهدار.